سلام، وقتتون بخیر. بریم سراغ یک تست دیگه از فصل سوم زیست پایه دهم درباره مبحث سرفه و عطسه از مباحث پایانی گفتار دوم این فصل. اول از همه یه تعریف کوچیک داشته باشیم برای یادآوری. کتاب سرفه رو اینطور تعریف میکرد که در سرفه هوا با فشار به همراه مواد خارجی از راه دهان خروج پیدا میکرد. تفاوتش با عطسه چی بود؟ این بودش که توی عطسه هوا با فشار به اضافه مواد خارجی هم از راه دهان و هم بینی خارج میشد. حالا ببینیم سوال چی گفته. گفته که چند مورد از موارد زیر هم برای سرفه و هم برای عطسه درست هستند. مورد اول گفته که هوا با فشار همراه با مواد خارجی تنها از راه بینی خارج میشه. خب این چجوری هستش؟ اصلا برای سرفه صادق نیست، برای عطسه هم اشتباهه. این تنهاش مورد غلطیه، پس این غلط حساب میشه. مورد ب گفته که تنها راه مؤثر برای بیرون راندن مواد خارجی در افراد سیگاریه. اینجا باید بریم ببینیم متن کتاب چی گفته بود. توی کتاب ما داشتیم که در افرادی که دخانیات مصرف میکنن مثل افراد سیگاری به علت از بین رفتن یافته‌های مژکدار مخاط تنفسی، سرفه راه مؤثرتری نسبت به عطسه برای بیرون راندن مواد خارجی. گفته یک راه مؤثرتریه، نگفته تنها راهه. پس این مورد ب هم غلط میشه با توجه به این تعریف. مورد جیم گفته که در پی ورود ذرات خارجی یا گازهایی که ممکنه مضر یا نامطلوب باشن به مجاری تنفسی این سرفه و عطسه اتفاق میفته. این هم بر اساس متن کتاب بود. همین اولش داشتیم که چنانچه ذرات خارجی یا گازهایی که ممکنه مضر یا نامطلوب باشن به مجاری تنفسی وارد بشن باعث واکنش سرفه یا عطسه میشه. پس با توجه به متن کتاب مورد جیمش درسته. قسمت آخرش هم مورد دال گفته در طی انجام آن ممکن نیست فرد برای لحظه‌ای چشمای خودش رو به صورت غیر ارادی ببنده. این رو باید بریم به شکل این قسمت مراجعه کنیم. شکل 15 فصل گفته که عطسه یکی از سازوکارهای بیرون راندن مواد خارجیه. میبینید که حین عطسه باعث شده که چشمهای فرد برای لحظه‌ای بسته بشه. پس توی عطسه امکان بسته شدن چشمها به صورت غیر ارادی وجود داره. چون این مورد گفته ممکن نیست این اتفاق بیفته، دال هم غلط حساب میشه. پس جواب سوال میشه که یک مورد از این 4 مورد درست هستش.